بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان ارجمند و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید برنامه خودتان، برنامه با دعوتگران را از طریق شبکه جهانی وصال حق مشاهده میکنید. خدمت یکایک شما گرامیان و عزیزان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و امیدوارم که از نعمت صحت و عافیت برخوردار بوده باشید. باز هم با برنامه دیگری از سری برنامه‌های خودتان در خدمت شما هستیم و باز هم خوشوقتیم که مهمان دیگری را در کنار خود داریم که انشاءالله با این مهمان گرامی و ارجمند همه شما گرامیان آشنایی دارید. در این برنامه مهمان ما جناب استاد فضل الحق سلیمانی هستند. جناب استاد سلیمانی گرامی، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم عرض سلام دارم، ادب و احترام خدمت شما استاد صیقل عزیز و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و امیدوارم در این لحظاتی که در خدمت شما و بینندگان عزیز هستیم آنچه که مورد رضای الله متعال هست بر زبان بنده جاری بشه و پاسخگوی خوبی برای سوالهای شما باشه. سلامت باشین جناب استاد سلیمانی. البته ما شما در برنامه‌های متعددی در شبکه جهانی وصال حق با هم بودیم و رفتیم، اما این برنامه متفاوت تر است. البته برنامه انشاءالله معرفی شخص شماست. میخوایم که بیننده های گرامی از نزدیک با شما آشنا شوند و از زندگی نامه شما اطلاع پیدا کنند. خب جناب استاد گرامی، البته روال برنامه ما طوری است که در ابتدای برنامه میخواهیم از زبان خود مهمان که مهمان برنامه البته شماستین درباره شخص خودتان، نام کاملتان، البته نامتان، نام پدرتان و اینکه در کجا و در چه سال زاده شدید. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. بنده فضل الحق سلیمانی هستم. نام پدرم عبدالعزیز است، مولانا عبدالعزیز سلیمانی رحمت الله علیه. مولانا عبدالعزیز و در روز یک شنبه ساعت 11 صبح در روز یک شنبه 1/8 سال 1362 میگفتین که خیلی 9 سال میشه اشتباه لفظی بود. تاریخ 1/8/1362 در مشهد به دنیا آمدم و بعدش منتقل شدیم به تهران بعد از 4-5 سال و بزرگ شده تهران هستم. یعنی بقیه عمرم رو در تهران گذراندم تا سن 28 سالگی که از ایران خارج شدم و این مختصری از اسم و الان هم سنم را اگر بخوایم حساب بکنیم یعنی 34.5 هستم و یعنی 35 روش نمیخواین 35 بگیم؟ خب 35 نصف، چون 35 کامل نشده. نه من 35 که کامل شد بعد 36 حتی ساعت لکن ساعت خیلی دقیق ساعت روزش هم گفتم. یعنی خب بحثی نیست که نگران سن فکر کنم که شاید 35 رو نصف کردم یعنی 34.5 ساله هستم و ماشاءالله یعنی 34.5 شده حدودا نگران. خوب استاد گرامی گفتن که بعد از 3-4 سال فکر کنم یعنی 3-4 ساله بودین که به تهران منتقل شدین. بعد از اینکه در کجا تولد شدین و در چه سال تولد شدین اطلاع پیدا کردیم. حالا می خواهیم درباره
آموزش اولیه‌تون، دروس اولیه‌تون شما در کجا فرا گرفتین؟ قبل از البته قبل از اینکه به وارد مدرسه شوین و دروس رسمی خود در سن 7 سالگی که عموما آغاز میکنن. شما گفتین که جناب مرحوم پدرتون مولانا عبدالعزیز که البته عالم علوم شرعی بودن، خب حتما جو حاکم در خانه جو علمی بوده. حتما قبل از اینکه وارد مدرسه شوین، وارد دبستان شوین، شما یک سلسله دروس مقدماتی را در خانه فرا گرفتین. از این بگوید. بله، به همونطور که شما اشاره فرمودید به برکت وجود پدر، خدا رحمتشون بکنه، در خانه، از یک جهت هم خود ایشون هم به هر حال عالم علوم شرعی بودن و همین که به هر حال قاری هم بودن و خیلی از دوستان به اسم قاری عبدالعزیز میشناختن ایشون رو و قرائت رو هم ماشاءالله مسلط بودن. غالبا خانواده کل فرزندان ما، خواهر و برادران، از همون ابتدا که ما شروع میکردیم یعنی به صحبت کردن و شروع کردن، یعنی همه خواهر و برادر ما، پدر خدا رحمتشون بکنه شروع میکرد به ما با تمرین کردن سوره های کوتاه قرآن کریم و مخصوصا بحث روانخوانی و درستخوانی قرآن کریم و موضوع بحث تجوید. یعنی من قبل از این که وارد دبستان بشم به حمدالله یعنی سر سوره های کلام الله مجید رو به برکت تلاش های پدر حفظ بودیم و من یادم هست که حتی من و برادر بزرگترم که ایشون فضل الرحمن که از من 2 سال بزرگتر هست، ما موقعی که من حدوداً 5 سالم بود و فضل الرحمن 7 سالش بود، ما رو می نشوند روبروی خودش و سوره حمد رو بارها و بارها و بارها از ما گوش میکرد. حفظ این سوره ها رو تمام کرده بودیم ولی خب روی تجوید ما کار میکرد و حدود 1 هفته ما روی اعوذ بالله و بسم الله درگیر بودیم فقط که هی میگفت و ما تکرار میکردیم، هی میگفت و ما حمزه رو درست تکرار میکردیم. حتی من یادم هست که حتی این دندان برادرم، این دندان جلوش افتاده بود و نمیتونست بعضی از حروف رو درست ادا بکنه. به فضل الله تعالی سپس به وجود ایشون ما الحمدلله از همون سالهای اول قبل از ورود به دبستان آموزش قرآن و تعلیم قرآن رو آغاز کردیم و بعد از اون حتی در دوران درسمون هم دبستان که من در تهران مشغول تحصیل در دبستان بودم، یعنی شروع کردم ایام دبستان رو در فاصله های تابستان هایی که خالی بود از این سال تا سال تحصیلی بعدی، ایشون یعنی با ما کار میکرد درس های دینی رو. حالا ابتدا قرآن بود، بعدها در دوره راهنمایی و حتی دبیرستان درس های از صرف، ما کتاب های از علم صرف رو از حفظ میکردیم. من هنوز یادم هست مثلا کتاب اسم صرف بهایی و صرف میر رو، هنوز هم چیزهایی که تو ذهنم هست از همون سال هاست، چون در سنین خردسالی حفظ کردیم. فرا گرفتیم. بعد کتاب های از نحو رو سالهای بعد ما میخوندیم در خانه، یعنی من در تهران اینها رو فرا گرفتم، صرف و نحو رو داخل خانه، یعنی به تلاش های خود پدر خدا رحمتشون کنه. و بعد کتاب های ابتدایی فقه رو و کتاب های در فقه احناف رو ما کتاب های چندین کتاب، حتی کتاب های مفصلی نسبتا مثل کنز الدقایق یا کتاب های مثل بدایه، کتاب جلد اول الهدایه که از کتاب های معتبر و مرجع فقهی در حوزه های علمی احناف هست رو من در خانه شروع کرده بودم برای خواندن و اینها، یعنی ابتدای دروس دینی رو قبل از اینکه من وارد حوزه علمیه بشم در داخل خانه و حتی قبل از شروع درسم در دبستان ها شروع شده بود. استاد سوال دیگری که ما مثلا در افغانستان مدارس دینی داریم و مکاتب داریم که مکتب یعنی همه دبستان و دوره راهنمایی و دبیرستان. مثلا در ایران همین رایج بود که شما مدارس دینی، کسی که اگر بخواه مدارس دینی بخوانم از همون صنوف اول شروع میکنه تا صنف 12، یعنی از دبستان تا دوره دبیرستان. این در ایران الحمدلله الان ما در مناطق اهل سنت در خراسان، در بلوچستان، در هرمزگان، در کردستان، در ترکمن صحرا و 4 گوشه مرزهای ایران طبیعتاً این فرصت هست برای عزیزانی که بخوان هم درس دینی بخونن و هم درس به اصطلاح اونجا حالا تعبیر دولتی استفاده میشه، یعنی مدارس دولتی رو در جای. خب ما در تهران متاسفانه این مشکل رو احساس می‌کردیم که وجود نداره، مثلا مرکزی، حتی ما در تهران برای اهل سنت یک مسجد هم نداریم متاسفانه، چه برسه که مرکز
دینی برای اهل سنت بجز بعضی نمازخانه‌ها یا مساجدی که در برخی سفارتخانه وجود داره. نمازخانه اونم نمازخانه است بفرمایید شما. مثلا سفارتخانه‌هایی که هستن، سفارتخانه کشور اسلامی، غالبا این سفارتخانه ها هم یعنی محیط داخلی خود سفارت هست، برای همه باز نیست، مرکز نیست. خود سفارت، اسم سفارت هم که میاد اون مسائل امنیتی و تدابیر امنیتی میشه و حساسیت‌های امنیتی هست و طبیعتاً این فرصتی نیست برای یادگیری و تدریس جز نمازهای جمعه، اون هم فقط که خونده میشه با ممنوعیت‌های شدیدی که از طرف حکومت هست و یا نمازهای عیدی که خوانده میشه. یعنی فرصتی نیست که کسی بخواد تعلیمی ببینه. برخی از دوستان مثلا در تهران بودن از اهل سنت یا از مهاجرین افغان که در تهران بیشتر هستن، غالبا کلاس‌های دایر می‌کردن داخل خانه‌ها، مثلا برای آموزش روحانی قرآن، آموزش حفظ قرآن، در همین حد، یعنی بیشتر از این نبود. اما در مناطق اهل سنت الحمدلله هست، یعنی در جنوب مخصوصا هر دو شیفت، یک شیفت مثلا درس دینی میخونن، یک شیفت درس به اصطلاح حوزوی رو میخونن. در بلوچستان ما این رو داریم، فرصت فراهم هست. اما در تهران این فرصت برای ما نبود که ما بخوایم در هر دو زمینه بخوایم کار بکنیم، به همین خاطر که پدر خودش در خانه برای ما شخصی تدریس میکرد. عموما استاد دوره دانش آموزیایی که در مدارس دینی کودک به دانش آموزی مشغول میشه یا در مدارس دولتی که همانا از دبستان شروع میکنه، شما ماشاءالله به فضل و توفیق الهی و فضل پدر بزرگوارتان، خداوند ایشان و جمله مسلمانان، جمله اموات مسلمان ها را مرحوم و مغفور بگردانه، شما در خانه مدرسه دینی داشتین، یعنی در دو مسیر در آن واحد در حرکت بودین، هم در مدارس دولتی درس میخواندین و هم در خانه مشغول فراگیری دروس دینی بودین؟ ما در خانه هم هم دبستان راهنمایی و دبیرستان من در تهران بودم و علاوه بر این که خب درس دولتی رو میخوندیم، از اون طرف خب مخصوصا تابستان ها من اشاره کردم که کلا فارغ بال بودیم ما. در تابستان ها باز مخصوصا غیر تابستان ها هم من در خانه که می آمدیم، یعنی دیگه پدر تا جایی که فرصت میکرد و میتونست با وجود همین مشغله‌هایی که داشت، ما مشغول میشدیم به آنچه که نیاز بود و صلاح میدید پدر که ما باید یاد بگیریم. من وقتی که دیپلم گرفتم در تهران، دیپلم ریاضی فیزیک هم بودم، خب از اون طرف هم الحمدلله در ریاضی فیزیک هم به هر حال خوب بود رشته، من اول بودم در کلاس خودم. از این طرف من حفظ قرآن رو هم شروع کرده بودم. من حفظ قرآن رو مثلا تا جزء 4 و 5 رو پیش خودم در خانه و پیش پدر حفظ کرده بودم. در داخل خانه حفظ بودم. چند ساله بودین؟ چند سال داشتین؟ من اون موقع 18 سالم بود. 17 من حفظ قرآن رو به صورت تخصصی از 17 سالگی شروع کردم. من استاد اول من در حفظ قرآن کریم و مشوق اصلی من خود پدر بود، خداوند رحمتش میکنه. آمین. و حتی من جزء اول کلام الله مجید رو با شمار آیات و صفحاتم که حفظ کردم زیر نظر ایشون در خانه حفظ کرده بودم، اصلا قبل از اینکه من برم جایی برای منتقل بشم به زاهدان برای حفظ تخصصی تر و جامع تر. و به حمدالله در هر دو فرصت ما یک فرصت این طرف مشغول بودیم برای درس و تحصیلات دینی و از طرف دیگری درس دولتی و به اصطلاح درس دبستان و راهنمایی دبیرستان رو میخونه. استاد گرامی، استاد سلیمانی، با توجه به اینکه شما در مدارس دولتی درس میخواندین، عموما یک دانش آموز بعد از ای که فارغ التحصیل میشه، اگر تعبیر درست باشه، از دوره دبستان، خوب دنبال رشته و تخصصی است که بتونه آینده زندگیش، آینده کاریش بهتر بکنه. در مثلا یا میره در رشته پزشکی انتخاب میکنه، یا مهندسی را، یا هم حقوق بگیم، یا هم تجارت بگیم، یک رشته که بالاخره کاروبار یا مشغولیت زندگیش، اشتغال در زندگی روزمره برش بتونه تأمین کنه. و میگن که عموما یعنی وقتی انسان ملا میشه یا آخوند میشه، اگه تعبیر درست باشه، علوم دینی میخوانه، جایی برای کار کردن نداره و جزی که برای امام مسجد شود، پیش نماز شود. چی باعث شد که شما بعد از اینکه دبیرستان تمام کردین باز هم به علوم دینی رو آوردین؟ فکر کنم بعد از شما رفتین به طرف زاهدان، چون که در ابتدای صحبتتون اشاره کردین. بله، من بعد از اینکه
دیپلم گرفتم و دبیرستان بله. به پایان رسید در اصطلاح تهران. علاقه داشتم که در دانشگاه برم و رشته‌های مثل مهندسی و رشته‌های مثل شما گفتین که در رشته ریاضی و فیزیک هم من خب معدلم اول بودین. معدلم خوب بود و بسیاری از تا اساتیدی هم که داشتیم تشویق می‌کردن که حتما در کنکور شرکت بکنم. پس شما تنها یک عالم دین بگیم، یک دعوتگر نیستین، در کنار یک استاد ریاضی و فیزیک هم هستین. من علاقه شدیدی تصور نمیکنه که با این قیافه علاقه شدیدی به ریاضیات و فیزیک دارم و همچنین شیمی و همون تعبیر کیمیا یا حالا در تعبیر افغانیش. من در همون موقع هم خیلی شدیداً علاقه‌مند بودم به این علوم و مطالعات فراوانی تو زمینه داشتم. خب به صورت تخصصی داشتم دنبال می‌کردم این کارو و دوست داشتم هم در رشته‌های دانشگاهی ادامه بدم. در دانشگاه هم که برم این فضا برام مهیا بود، یعنی حتی در احتمال قبولی من در کنکورم خیلی بالا بود و ولی مشورت کردم با پدر و ایشون خدا رحمتشون بکنه گفتن که من مشکلی ندارم با اینکه شما بری و دانشگاه درس بخونیم و خیلی هم خوب هست، اما در زمینه‌های دیگه هم اگر بری، زمینه علوم شرعی و علوم دینی، من احساس میکنم موفقی و موفق خواهی بود و من احساس میکنم اگر نظر شخص من رو بخواید در این زمینه احساس نیازی بیشتری میکنم من که شما اگر بخوای بین پزشکی و مهندسی و یا این زمینه علوم شرعی بخوای فعالیت بکنی، احساس میکنم اینجا برای شما اولاتره، چون ما در این زمینه نیاز بیشتری داریم که در این زمینه فعالیت بشه و من مانعی نیستم، مانعی نمیبینم که اون طرف هم بخوای بری. اون لحظه خب به هر حال من تصمیم گرفتم که چون حفظ قرآن هم شروع کرده بودم که حفظ قرآنم رو به صورت تخصصی، چون علاقه شدیدی به حفظ قرآن کریم داشتم، ادامه بدم. باز قصدم این بود که بعدش باز دوباره یک تجدید نظری میکنیم، میشینیم صحبت میکنیم و پیش خودم ذهنم این بود که ببینم بعد از حفظ قرآن کریم دوباره آیا تحصیلات دینی رو ادامه بدم یا برگردم سراغ تحصیلات دانشگاهی. قرآن شما در کجا حفظ کردین جناب استاد؟ من قرآن رو در زاهدان حفظ کردم. من اونجا پس که زاهدان حفظ کردین، بین اندکی بعد دوباره بر بگردیم، شما چه سالی وارد زاهدان شدین؟ من بالاخره دانشگاه رو انتخاب نکردین، حتما زاهدان رفتین. من بعد از اون که دیپلم گرفتم دیگه، بعد از مشورت با پدر من تصمیم گرفتم که برم برای حفظ قرآن کریم و ابتدا پیشنهاد پدر این بود که حفظت رو تموم بکن، بعد دوباره هر جا که دوست داشتی دوباره خودت انتخاب میکنی برای خودت. سبحان الله. و شاید پدر به خوبی میدونست که من اگر قرآن رو حفظ بکنم و تو فضای حوزه بیام و درس بخونم دیگه خود به خود مسیرم شروع شده و رفتم تا آخر. از حکمت‌هایشون این بود که من رفتم با اختیار و علاقه شدید خودم به زاهدان رفتم برای حفظ قرآن. خب ابتدا هدفتون حفظ قرآن بود؟ نه من هدفم حفظ قرآن کریم بود فقط. من برای حفظ قرآن فقط میرفتم اونجا و من سال 80 زمستان 80 رفتم به، یعنی 18 سال 19 سال بعد از اینکه دیپلمم گرفتم از زمستان سال 80 رفتم به زاهدان، چون سال تحصیلی اون موقع بعد از حوزه علمی در ایران غالبا در منطقه حوزه علمی اهل سنت احناف حداقل با فصل‌های قمری پایان میپذیره و شروع میشه، یعنی ابتدای سال تحصیلی بعد از شوال هست، ابتدای شوال یعنی بعد از اوایل شوال است، بعد از عید فطر است. بله اون موقع در زمستان میافتاد، حدوداً اوایل زمستان بود. من رفتم و برای حفظ قرآن رفته بودم. خب مسیر تهران تا زاهدان مسیر خیلی طولانی بود و اولین سفر خارج از خانه من بود که حتما خاطره هم دارین. خیلی برام جالب بود، یعنی کل اون روزها برام خاطره است. عزیزانی که همراه من بودن در اون دوران، هم دورهای من که عزیزترین دوستهای من بودن و هستن. من اولین سفری بود که خب از تهران با اتوبوس حرکت کردیم، 1600 کیلومتر. یعنی شما در طول 18 سال یا کمتر از شما، چون 4 ساله بودین گفتین که از مشهد به تهران منتقل شدین، در طول این 14 سال یعنی شما به هیچ منطقه استان دیگر ایران مسافرت نکرده بودین؟ تنها نه. تنها من به صحبت من تنها بود سفر خارج از خانه. برای بعضی وقتا با خانواده این طرف اون طرف سفر میرفتیم، ولی اینکه تنها خودم اولین باری بود که تنهایی داشتم میرفتم یک شهر دیگری. به تنهایی زندگی میکردیم، دور از خانواده، دور از یک بچه 18 ساله بودم، جوانی بودم که به هر حال برای خودم رویاها داشتم و زاهدان هم مسافت طولانی تا تهران داره، 1600 و چند کیلومتر راه هست و 20 و چند ساعت با اتوبوس ها راه بود. گرچه اینجا جناب استاد اگر صحبتتون قطع میشه فقط یک نقطه
تربوی اگر اشاره شود که امروز ما جوان 18 ساله را فکر میکنیم که یعنی کودکی است، یعنی که هیچ از ماحول خود اطلاعی نداره یا نیاز به باز هم به دستگیری و به سرپرستی و به این امور داره، در حالی که ما در تاریخ اسلام اگر جناب استاد مشاهده کنیم اکثر فاتحین ما، اکثر سپهسالارهای جهان اسلام سنشان 18 و 19 و 20 و از اسامه ابن زید بگیریم و محمد ابن قاسم بگیریم و محمد فاتح بگیریم، این همین در همین 18 19 سال بودن. من اون موقع خب خیلی مطالعات دینی زیاد داشتم، مطالعات تاریخی، و خب پیش زمین‌های زیادی در علوم مختلف من داشتم به خاطر فضایی که در خانه بود. ما یک کتابخانه بسیار بزرگی داشتیم که چند هزار جلد کتاب داشت، یعنی 2000 جلد کتابخانه پدر که داخل خانه داشتیم ما 2000 جلد کتاب داشت و این 2000 جلد کتاب خب همه مراجع تفسیر بود، همه مراجع حدیث بود، همه مراجع تاریخی بود. علاقه شدیدی پدر خدا رحمتش کنه. یعنی شما تنها در دانش آموزیتون متکی به دروس مدارس نبود، یعنی بیشتر مطالعات آفاقی داشتید؟ من همیشه مثلا نمایشگاه کتاب تهران که برگزار میشد، من پدر همیشه هر روز صبح تا شب، حالا وقتی که مثلا درس نداشتم من همیشه یا بعد از ظهر میرفتیم تا دیر وقت ما در نمایشگاه میگشتیم و با خیلی از کتاب‌ها، مراجع کتاب‌ها آشنا بودیم. من یادم هست من 10 سالم بود کتاب جامع الاحکام قرطبی رو مثلا ما 20 و چند جلد رو هر روز من تو خونه تازه گرفته پدر می‌دیدم و خب نمیتونستم عربی رو آنقدر بخونم و بفهمم، اما با اسم کتاب‌ها، عناوین کتاب‌ها بعضی وقتا پدر خودش می‌خوند ما گوش می‌کردیم. این فضا بود، یعنی خالی ذهن نبودم نسبت به علوم شرعی، پیش زمینه‌های زیادی تو ذهنم بود نسبت به این مطالب. 18 سالگی که رفتیم صحبت جالب شد، باز صحبت بحث از کتاب شد. جالب است که اینجا باز هم یک توصیه داشته باشیم به جوان‌هایی که مثلا 15 سال دارن، نوجوان هستن، 16 سال، 17 سال، 18 سال، شما توصیه میکنین که اینا خارج از نصاب تعلیمی که نصاب آموزشی کتب مدارس دولتی باید مطالعاتی آفاقی به نظر من واجب هست که ببینیم ما الان اون نظام آموزشی که هر جایی هست یک منهج مشخصی داره و یک به هر حال کتاب‌های معینی هست. من توصیه میکنم به والدین محترم مخصوصا تجربی که خودم داشتم، حداقل یک کتابخانه ولو کوچک انتخاب بکنن کتاب‌هایی، حالا به زبانی که فرزند میتونه بخونه، مثلا حالا فارسی به عنوان، حالا ما زبانمون فارسی آشناتر هستیم، فارسی، هر کسی با زبان مادری خودش، کتاب‌هایی مثلا یکی دو تا کتاب مختصر در تفسیر، در حدیث، در تاریخ اسلام، در موارد دیگر، کتابخونه‌های کوچکی باشه داخل خونه. همین کتاب‌ها که بود، چون کتابخانه بود دیگه، داخل خانه بود غالبا، ما هر وقت که می‌رفتیم هر وقت که می‌رفتیم یکی از، حالا اون موقع برامون خیلی سخت بود که این کتاب‌ها رو هی در کارتون بشین از این خونه به اون خونه احیانا منتقل می‌شدیم، ولی خود همین تعامل ما، من خیلی وقتا بیکار بودیم اون موقع هم، خب اینقدر اینترنت و از این موارد نبود، کتاب وقت‌های خالی رو من غالبا یک کتاب جلوی چشمم بود، همیشه ترجمه می‌کرد، باز می‌کردم می‌خوندم. این وجود خود کتابخانه، یک کتابخانه ولی کوچک داخل خانه خیلی کمک می‌کنه که فرزند بره و این کتاب رو بخونه. خب طبیعتا این کتاب رو ما انتخاب می‌کنن والدین، بعد انتخاب شده باشه کتاب‌هایی که میارن، چون فرزند داره رشد می‌کنه و هر چیزی رو در این کتاب‌ها می‌بینه اینها رو به خاطر می‌سپاره و می‌پذیره. این خیلی مفید هست، خیلی کمک می‌کنه به انسان که این موارد برای اون شخصیت سازی که ما شما صحبتش رو کردیم که در سنین الان ما سن 18 سالگی سنی هست که باید یعنی واقعا انتظار داشته باشیم یک کاری بکنن، ولی متاسفانه اینطور نیست. من خودم یادم 18 سال با اینکه خدا بیامرز پدر خدا رحمتشون بکنه، یادم هست وقتی خداحافظی میکرد با من در اتوبوس که من سوار شدم، ایشون خب خوشحال بود از اینکه فرزندش الان داره میره در مسیری و رو پای خودش میسته. از دل من خدا خبر داشت که من وقتی که اتوبوس حرکت کرد من اون اشکم جاری شد، یعنی اشک ریختم، برام سخت بود، دوری از خانواده و خب 1650 کیلومتر راه بود. وقتی به زاهدان رفتم، من وارد شهر زاهدان شدم، به مسجد مکی رفتم، خب هیچ کسی رو در زاهدان من نمیشناختم، هیچ کسی رو من نمیشناختم، فقط یک آدرس تلفن داشتم و یکی از اساتید زاهدان رو که تهران آمده بود با بابا آشنا بود میشناختم و فقط هیچ کسی دیگری رو نمیشناختم. من میخواستم برم درس بخونم و حتی ظاهرم هم خب الان ریشم بلند نبود، من تهران که بودم ریشم کوتاه میکردم اوایل و لباسی که میپوشیدم لباس خود شهر بود، مثلا من یک سویشرت سبزی داشتم و شلوار پیرانی که پوشیده بودم، تیپم اصلا کلا با مردم پوشش مردم زاهدان نمیخورد. با اون یک ساکم دستم غریبه بودین در شهر. روزی که من لحظه‌ای که وارد دارالعلوم زاهدان شدم،
همه نگاه ها به سمت من بود. یعنی من وارد حوزه علمی که شدم این تیپ و این قیافه و این لباس و این شکل خیلی غریب بود برای خیلی ها که خب این با این ساکی که دستش هست نشانگر از این بود که اومده اینجا درس بخونه. و اون موقع خب الحمدلله یعنی شروع شد کم کم و من به شعبه حفظ دارالعلوم زاهدان پیوستم و از همون موقع استاد حفظمون که من بسیار مدیون ایشون هستم و استاد سلیمان شهبخش که بسیار انسان وارسته است، الله تعالی حفظشون بکنه، از همینجا من دستشون رو میبوسم. بسیار تاثیر داشت در حتی شخصیت من. من خیلی متاثر بودم از شخصیتشون، هم استاد حفظ بودشون هم خودشون فارغ التحصیل دارالعلوم زاهدان بود و عالم بود و یک رابطه بسیار عجیبی با من داشت. من خیلی احساس غربت میکردم حقیقتش. خب برام سخت بود دوری از خانواده، پدر، مادر، خواهرها، برادرها، دوستایی که من حتی داشتم در دبیرستان. یک رابطه خیلی صمیمی با خیلی از دوستان داشتیم ما در تهران و این سبب شد که ایشون خیلی برای من ماشاءالله صحبت‌های حکیمانه و رفتارش و شروع کردم به حفظ قرآن کریم. سال 80 بود و الحمدلله به مدت 20 ماه طول کشید تا من تونستم که کلام الله مجید رو حفظ بکنم و هم موقع ایشون خیلی تاثیر داشت، حافظ سلیمان عزیز، در حفظ من و هم موقع من سعی می‌کردم با تفسیر و ترجمه و شماره آیات و صفحات حفظ بکنم. جناب استاد گرامی، استاد سلیمانی، صحبت‌های ما و شما انشاءالله همچنان در قسمت بعدی برنامه ادامه خواهد داشت. از سفرتان، از ورودتان به زاهدان و برای که البته به هدف حفظ ابتدا بود، بعد که شما وارد دارالعلوم زاهدان میشین و دیگه علوم انشاءالله که در برنامه آینده و قسمت آینده پی خواهیم گرفت. از حضور شما مرخص میشیم و همچنین بیننده های عزیز و گرامی از شما جهان سپاس و امتنان دارم که تا این لحظه با ما بودین و منتظر باشین انشاءالله صحبت با جناب استاد فضل حق سلیمانی را در قسمت بعدی این برنامه دنبال خواهیم کرد و حتی شاید سفرنامه جناب استاد در برنامه آینده هم خاتمه پیدا نکنه، شاید ما مجبور شیم قسمت سوم هم با استاد سلیمانی بریم. تا آن دمان لحظه همه شما گرامیان را و پناه الله یکتای بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.